شترها از دیرباز در تاریخ بشریت نقش مهمی را ایفا می‌کردند، چه در جنگ‌ها چه در مسافرت‌ها. در چشمان شتر حسرتی عمیق دیده می‌شود که انگار اگر این بزرگوار 2 تست بیشتر در کنکور می‌زد دانشگاه هاروارد قبول می‌شد. اما لب‌های شتر حکایتی دیگر دارد. از لب‌های شتر پیداست که اگر شتر چایی بخورد قطع به یقین چایی را هورد خواهد کشید. بعضی‌ها معتقدند لب‌های پروتزی برگرفته شده از طرح لب‌های شتر است. پزشکی برای اولین بار با دیدن لب‌های شتر به این فکر افتاد با پروتز و بوتاکس و ژل لب‌های شتری ایجاد کند. شتر در خواب بیند پنبه‌دانه، یعنی در خواب ببینی که با لب شتری کردن خودت باعث دلربایی و دلفریبی بشوی. انا به لب لعل تو یاقوت و مرا قوت، یاقوت نم نام لبت یا لب یاقوت. من فکر کنم دیگه دارم چرت و پرت میگم، برم تا چاییم یخ